ممنون داداشی همین دو قلم 500,000 تومان. گوه نخور می‌خواستی داماد نشی. بیا پیشی. نه وام ازدواجم واریز شد. چقدر؟ 600 تومن 10 ساله 4%. ما میخوام چیکار کنم؟ تو گوه نخور، تو باید داماد شی. بس بلند شو. آقا دمت گرم. داداشی 100 متری رو میگه 200 تومن 30 تومن. به نظر چیکار کنم؟ به نظرم گوه نخور حرکت کن. گرون گفته. می‌خواستی داماد نشی دیگه. باشه عزیزم میام باش. مجید 200 زیاد بود داره اینجا. آقا مثلا 200 نداشتم. کی بود تلفن؟ خانومم بود گفتش یه قرمه سبزی درست کردم برات، بعدم میخوام بشینیم فیلم نگاه کنیم. خب ما چیکار کنم؟ تو گوه نخور، می‌خواستی داماد شی. بشین. راست میگی. پس تو بشین دیگه. داداش دمت گرم. داداشی کی فکرشو میکرد بره هر بار ریدن رو به چه باید 100,000 تومان خرج کنه؟ داداش گوه نخور دیگه. می‌خواستی داماد نشی. بشین بریم. والا. باش عزیزم باش. کی بود؟ دختر کوچولوم بود. خوش به حالت. می‌خواستی داماد شی. راست میگی. PS5 داداشی؟ کرایه کردی؟ نه خریدم. ای والله. میخوام برم با بچه‌ها تو باغ بازی کنیم. ما هم میخوام. خواست داماد نشی دیگه داداشی. اصلا چی گوه بود ما خوردیم. داداشی مجید داداشی وحید خوبی؟ بله. یک سورپرایز دارم برات. ما هم یک سورپرایز داریم. اول تو بگو. نه دیگه اول تو بگو. ما طلاق گرفتم. دیگه از بعد میتونیم 24 ساعته با هم باشیم. عزیزم بیا دیگه دیر شد. آقا سلام. خانم کیه؟ بابا پوفیوس تو انقدر گفتی قرمه سبزی بچه اینا ما رفتم زنگ گرفتم با هم باشیم 4 تایی. داداشی این چه گوهی بود تو خوردی؟ داداشی درست صحبت کن. تو رفتی طلاق گرفتی عرش خدا رو به لرزه در آوردی. این چه گویی بوده تو خوردی؟ چه گوهی دارین میخورین شما دوتا؟ آقا یک دقیقه گوگو نکنیم ببینیم الان چه گویی باید بخوریم. بریم ما برات توضیح میدم. ببینیم داداشی. من زدم دلمو به